موفقیت بدون تلاش قابل دستیابی نیست. این تنها یک شعار نبود، بلکه فلسفه‌ای بود که بیش از 100 سال پیش پایه‌های برند پلاتینیوم را بنا نهاد و خیلی زود به بازارهای جهانی راه یافت و مدال معتبر روغن سبز صنعت ژاپن را از آن خود کرد. حالا افتخار معرفی یکی از باشکوه‌ترین محصولات این برند ژاپنی را داریم: خودنویس ایزومو، قلمی که به افتخار زادگاه بنیانگذار پلاتینیوم نامگذاری شده. ایزومو تلفیقی است از بدنه‌ای با طراحی منحنی و نوک طلای 18 عیار که نوشتاری روان، دقیق و لذت بخش را فراهم می‌آورد. این ترکیب منحصر به فرد هم خوش‌دستی قلم را تضمین می‌کند و هم جلوه‌ای لوکس و چشمگیر به آن می‌بخشد. بدنه خاص آن از ابونایت ساخته شده که با تکنیک هنری تامنوری اوروشی پوشش داده میشه. فرایندی چند ماهه که لایه‌های لاک شفاف، عمیق و خیره کننده به قلم میبخشد و در گذر زمان زیبایی این لاک بیشتر و زنده‌تر میشود. در مدل‌های دیگر تکنیک نقاشی یاکومونوری یا استفاده از چوب مستحکم و ارزشمند تاگایاسان جلوه‌ای منحصر به فرد به ایزومو می‌دهد. درب پیچی با مکانیزم اختصاصی اسلیپ اند سیل تضمین می‌کند که جوهر خودنویس شما بیش از 1 سال خشک نشود. در نهایت این قلم اصیل درون جعبه چوبی هینوکی و کاور دستساز کیمونو عرضه میشه، تجلی هنر و اصالت ژاپنی.